دوستان سلام، من حسام هستم و خوش اومدیم به یه ویدیو جدید. امروز داداشمون یه یوتیوبر خارجی به ما یک تریک یاد داده که میگه وقتی که خونه اصلی ترینینگ میلاشو برداشتن، میله هاشو دیگه نمیشه رفت بالای خونه اصلی یا بپری خونه بغلی. الان خودش به ما یه تریک یاد داده، قراره بریم تست کنیم واقعی هست یا نه. ممنون میشم تا آخر ویدیو همراه ما باشین. لیتس گو. ای دوستان، من همیشه میام اینجا ویدیو رو استارت بزنم، اینجا من میافتم پایین، لایک میشم. یه دقیقه من نزن داداش. خب نگاه کن شما، به صورت اینجوری بعد اینجا یخ بکارین، خب میای بالا. این داداشمونم حاجی داده. خب دوستان نگاه کنین، واقعا تریک کار کرد. ممنون میشم لایک بذارین، کامنت بذارین، سابسکرایب بکنین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.